قرص قند خونم تنظیم شد، قرص کروم و ویتامین. میدونی بدترین احساس چیه؟ اینکه تجربه و تلاش و نتیجت رو بخوای با بقیه به صورت مجانی به اشتراک بذاری و متاسفانه یه سوء تفاهم پیش بیاد و این سوء تفاهمه باعث بشه که خیلی‌ها ناراحت بشن. موضوع برمیگرده به ویدیو قبلی، چطور در 7 روز 7 کیلو لاغر شدم. کلی عشق و پیام‌های خوشگل ازتون گرفتم، پیام‌های مهربونانه ازتون گرفتم، ولی راستش رو بخواد یه سری از شما هم گفتید که چرا اسم قرص رو نگفتم، چرا اسم مکمل نگفتم، یعنی چی فلان، یا چرا کامل نگفتم. این احساسه که خب من بدهکارم. خیلی حس بدی بود. ببین عزیز دلم، وقتی که تایم ویدیو طولانی میشه، مخاطب علاقه‌شو به تماشای ویدیو از دست میده. برای همین من مجبورم یه جوری تنظیم کنم که تایم ویدیوم طولانی نباشه و تایمش کوتاه باشه تا مخاطب حوصله‌شو از دست نده. خود من وقتی که تایم ویدیو بیشتر از 8 دقیقه میشه، دیگه حوصله‌ام سر میره، بوم 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 همینجوری میزنم تا مثلا بره آخرش برسه، ببینم که چی شد آخر داستان. چون الان ویدیوها واقعا اونقدر تعدادشون زیاده و اونقدر اطلاعات مختلف همه جا وجود داره که کسی وقت نداره که بخواد یه مطلبی رو چندین ساعت نگاه کنه. برای همین دوست داشتم که قرص و مکملایی که استفاده کردم توی ویدیو جدید براتون به اشتراک بذارم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید باشه. اگه تا حالا اون ویدیویی که چطور در 7 روز 7 کیلو لاغر کردم و ندیدی، کلیک کن اون رو تماشا کن، بعدش برگرد این ویدیو رو نگاه کن، یا برعکس این ویدیو رو تماشا کن بعدش برو برگرد اون ویدیو رو نگاه کن. چون همه این قصه از اون نقطه شروع شده. لینکش رو پایین براتون میذارم. حالا رسیدیم به ادامش. خب اون مکمل هایی که به من خیلی کمک کرد که در واقع احساس میکنم مثلا این قند خونم تنظیم شد، قرص کروم و ویتامین بی بودش. البته من 2 نوع قرص استفاده کردم. یه قرصش رو اینجا توی آمریکا خریدم که بذارید براتون همراه خودم هم آوردم که موقع ضبط نشونتون بدم. استفاده درست از هر چیزی مفید میتونه باشه. البته این قرصا رو که بهتون نشون میدم جنبه تبلیغات نداره و منم دکتر نیستم. اینو حتما یادتون باشه که قبل از مصرف هر نوع قرصی حتما از دکترش مشورت بگیرید. این قرص کروم و ویتامین بی ایرانی هستش که استفاده کردم. این نگاه میکردم به جزئیاتش، ویتامین بی این قرص از کرومش بیشتره و اینم قرصی که اینجا از آمازون خریدم. لینکش هم نمیذارم که بعدا نگید به خاطر تبلیغات و اینجور چیزا بودش. من همینجوری خودم نگاه کردم، شاید یه قرص برند بهتری پیدا کردید، برند بهتر رو بخرید. این اولین چیزی که پیدا کردم و خریدم و برام خوب بود، مفید بود. کروم و ویتامین بی داره. مقدار کروم این قرص 200 ماکروگرم هستش و ویتامین بیش 10 ماکروگرم و این قرص ایرانیه، مقدار ویتامین بیش بیشتر بود. من این استفاده کردم. راستش برای اشتهام که اون شیرینی رو بخواد کم ترش کنه زیاد تاثیر نداشت و خواستم 2 تا مصرف کنم ولی دیدم تو قوطیش نوشته که روزی باید 1 دونه مصرف بشه. برای همین خب من خودم دکتر خودم شدم، برای همین حرف منو گوش ندید، برید با دکتر متخصصتون صحبت کنید. ولی خب این تجربه من بود. این قرص ایرانی و حالا اصلا اولش من با این شروع کردم، تقریبا 5 روز اینو استفاده کردم و اون 5 روز یعنی اونقدر قند خون من حسابی خوب تنظیم شده بود، نیاز به شیرینی و شکر دیگه نداشتم. در حالی که تنها چیزی که من قبلش بیشتر می‌خوردم شیرینی و شکر بود، اونم به صورت دائمی. من صبح بیدار می‌شدم، صبحونه می‌خوردم، بعدش شیرینی و شکلات می‌خوردم، بعدش نهار می‌خوردم شیرینی شکلات، نمیدونم عصرونه شیرینی شکلات، بعد شام شیرینی شکلات. یعنی خیلی مصرف شیرینی و شکلات من بالا بودش و شاید به خاطر همین سریع تونستم توی 7 روز 7 کیلو کم کنم. نمیدونم، واقعا دلیلش رو نمیدونم چیه. و خب این قرصی بودش که من ازش استفاده کردم. در کنار این قرص ویتامین هایی هم استفاده کردم. حالا یکی از دلایلی که اومدم این قرص رو براتون معرفی کردم این بودش که این دارو واقعا یه داروی خطرناکی نبودش که اعصابم به هم بریزه یا من از زندگی ساقط کنم. فقط یه ویتامین بود. مدیون مربی ورزش هم هستم که به صورت شخصی باهاش کار می‌کردم و اون بهم معرفی کرد. گفتش که از این مصرف کن، چون اگه میزان کروم بدنت اندازش مناسب باشه دیگه نیاز به این حل هول خوردن شیرینیات نخواهی کرد و برام خیلی مفید بود و دوست داشتم با شما هم به اشتراک بذارم. در کنار این مولتی ویتامین هم استفاده کردم. حالا اگه دوست داشتید عکس مولتی ویتامین ها رو هم براتون به اشتراک بذارم. ولی خب من هر چی که توی خونه بود استفاده کردم. یه دونه مولتی ویتامین
از کاسکو گرفته بودم، یه مولتی ویتامین داشتم برای اینکه حالا آقایون و خانم ها برای هر دو تاشون بود، مثلا 2 روز در هفته از اون استفاده میکردم. و یکی دیگه داشتم که مولتی ویتامین مخصوص بانوان بودش که حالا از 2 سال پیش خریده بودم، هنوز داشتم، وقت تاریخش داشت به پایان میرسید، برای همین که همونو مرتب مصرف کردم. این دوتا اومگا 3 استفاده کردم، هفته 1 بار. مگنزیوم میشه فارسیش، انگلیسیش میشه مگنزیوم، من نمیدونم فارسیش واقعا چی میشه. و یه دابو قرص رو استفاده کردم. تجربه خود من بود، برای خود بدن من. قرص، وقتی که حرف قرص میاد من خیلی تو شک هستم که اصلا بگم یا نگم، چون واقعا خب من دکتر نیستم و دوباره اینو میگم، حتما قبل از شروع هر رژیمی، مصرف هر قرصی با دکترتون مشورت کنید لطفا. اول آخرش این ترکیب کروم و ویتامین بی باعث شدش که کروم سطح قند خون من تو بالانس نگه داره که من نخوام که بیشتر و بیشتر شکر بخورم، و ویتامین بی باعث شدش که انرژی بدنم بالا باشه تا بتونم این رژیم و ورزش رو ادامه بدم. و در مجموع من تو اون 7 روز ورزشم انجام میدادم. کسی بودم که 2 سال تمام هیچ گونه ورزشی انجام ندادم به جز اینکه حالا آخر هفته یه پیاده روی کوهنوردی رفتیم اینا. اگه این بخش برات جذاب بود و دوستش داشتی، حتما این ویدیو رو لایک کن و تو قسمت کامنت ها برام بنویس ادامه بدم تا من بیشتر انگیزه بگیرم و این غذاهایی که داشتم تجربه کردم تو اون مدت و در حال حاضر چه غذاهایی میخورم و کلا لایف استایل روزانه من چی هستش الان، براتون ویدیوهای بیشتری در موردش ضبط کنم. و در ضمن حالا تو این ویدیو یک خبر خوبی هم بهتون بگم، یه ریتریت زنانه 30 روزه رو شروع کردم تا به یک حال ذهنی، جسمی و روحی خیلی خوبی با هم برسیم. من اینو قبلا 2 بار انجام دادم و حس خوبی بهم دست داد، نتیجه کار. برای همین مرحله دومی که داشتم این انجام میدادم با خودم گفتم چرا که من این ویدیو رو ضبط نکنم با بقیه به اشتراک بذارم. از بس که شماها گلید، انرژی مثبت به من میدید، به من انرژی میدید که بیشتر براتون ویدیو ضبط کنم. مرسی که با من همراهید. اگه تو هم دنبال یک کاهش وزن هستی، بدون که رژیم سخت تنها راهش نیست. من خیلی‌ها رو دیدم توی زندگیم، آدمای آشنا، نزدیک، خودم حتی یه تایم خاصی و بوم لاغر شدیم و بعدش دوباره چاق شدیم. آخه این که چی بشه؟ یک چاق و لاغری که فایده نداره، باید رژیم ثابت باشه. یا تقریبا اصلا کلا از همه چیز این ذهن شروع میشه. این ذهن باید تغییر پیدا بده. این ذهن باید یه سری تغییراتی توش انجام بشه، به آرامشی برسه که این آرامش توی ذهن تبدیل بشه به ظاهر بدن آدمیزاد هم این نشون داده بشه. این نظر شخصی منه. ترکیب درست از تغذیه، ورزش، مکمل‌های مناسب، همه اینا دست به دست هم میده تا یه بدن سالمی براتون ایجاد کنه. به من نتیجه پایدار و سالم مهم بود. اینکه هزار یک تا قرص، مثلا قرص چربی سوز، قرص کاهش اشتها استفاده کنم، اینکه اینا رو بخورم و یهویی لاغر بشم در عرض مثلا حالا شاید 2 ماه مثلا 80 پوند لاغر بشم، 80 کیلو، این برای من زیاد مهم نبود، اصلا اولویتم هم نبود. برای من بیشتر این مهم بودش که آروم آروم اول از همه روی ذهنم کار کنم و مشکل اصلی رو پیدا کنم. ببینم مشکل اصلی من چی بود، من چه اشتباهی توی روتین روزانه‌ام دارم که باعث شده که من چاق بشم. برای من مهم اون نقطه بودش که پیداش کنم که برای من دو تا بود. یک، حرکت نکردن و بیشتر نشستن، تحرک زیادی نداشتم، و دومی خوردن شیرینیجات، خوردن موادی که شکر داره توش. خب شکر یک اعتیاده، واقعا یک اعتیاده و الان توی آمریکا خیلی در موردش صحبت میشه و حتی به بچه‌ها، مثلا یه مهدا هستش که به بچه‌ها کیک هم که کیک تولد درست میکنن، کیک تولدی هستش که با عسل درست میکنن، نه با شکر سفید یا شکر قهوه‌ای. تا میتونی شکر از زندگیت حذف کن تا سالم‌تر بمونی. سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن، چون که هنوز اول راهیم تا در ادامه راه با ما همراه باشید. مرسی که هستید.